دادگاه نوع اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 18 مای به حکم رستم جباروف معروف به رستم کماندیر، یکی از یاران نزدیک فرمانده سابق فرانت خلقی خوجا کریموف، برای اوباشی در بازداشت باز 1.5 سال دیگر افزوده است. اکنون رستم جباروف که ماه فوریه با جرم آدمکشی به 13 سال و 6 ماه زندان محکوم شده بود، باید 15 سال را پشت پنجره کلان نظامش سخت سپری کند. خود خوجا کریموف که ماه فوریه سال 2020 بعد تقریبا 20 سال فرارش از دبی به دوشنبه استرداد شده بود، برای چندین کشتار و گروگانگیری در دوران جنگ شهروندی به 14 سال زندان محکوم شد. حالت کار بنا به فرضیه تفتیشات چنین بوده است: از 15 دکبر سال 2020 تا 9 فوریه سال 2021 در تحقیقگاه تفتیشاتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی نسبت به کریموف، خوجا، جباروف و دیگر شریکان جنایتیشان غنیف، کنجایف و رجبوف مورد بررسی قرار داده شده است. 9 فوریه سال 2021 ساعت 15:00 سودیه سود عالی جمهوری تاجیکستان تقوی‌زاده حکم سود را نسبت سودشوندگان اعلام کرده است که موافق آن جباروف به 13 سال و 6 ماه زندان محکوم گردیده است. بعد جنبش گردیدن مرافعه سودی و از تالار سود برآمدن سودیا و هیئت سود در باطن جباروف که هنوز با هممسلکانش در داخل پنجره آهنین قرار داشت، حسیات اوباشی پیدا گردیده در حضور زیاده از 20 نفر کارمندان تحقیقگاه تفتیشاتی، سربازان قسم حربی 6593 و دیگر شهروندان در مجلس سودی اشتراک داشته ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده نسبت جبردیده قیوموف دشنام و حقارت‌های قبیح و تعدید استفاده زوراوری نموده مدت زیاده از 15 دقیقه ترتیبات داخل تحقیقگاه تفتیشاتی را دغلانه ویران نموده است. گفته می شود در اطلاعیه مرکز مطبوعات دادستانی کل در نتیجه سربازان در قسمت بیرون مجلسگاه بوده و کارمندان دیگر تحقیقگاه به تالار وارد شده جباروف را آرام و ترتیبات را برقرار کردند.